همونطور که بارها اشاره کردم در اجلاس آکرا در کشور غنا در سال 1991 سازمان ملل همایشی رو برگزار کرد که غرامت دوره استعمار آفریقا بررسی بشه که حدود 777 تریلیون دلار برآورد شد و 185 تریلیون دلارش فقط خسارتی بود که انگلیسی‌ها باید بپردازن. 185 هزار میلیارد دلار، 185 تریلیون دلار، یعنی نیروی انسانی و منابع روزمینی و زیرزمینی رو اینا تو 300 سال غارت کردن. در باطل بودن تمدن غرب و در باطل بودن آمریکا و استرالیا همین یک قلم بس که مبتنی بر نظری که سازمان ملل در اجلاس آکرا در 1991 داده 777 تریلیون دلار فقط از یک قاره غارت کردن. حالا شما همین وضعیت رو بیاریدش تو قاره کهن یعنی آسیا، اگر عدد بیشتر از 777 تریلیون دلار نباشه کمتر نیست. یعنی 777 تریلیون دلار هم اونجا جمع کنید، جمع بزنید، تقریبا حدود 1500 تریلیون دلار میشه. کل سرزمین آمریکا، قاره آمریکا و کل منابعش، معادنش که گرفته شد، نیرو انسانیش که اون سرخپوستا بودن نابود شدن، کل این هم حساب کنید مثلا خودش یک تنه 1000 تریلیون میشه 2500 تریلیون. 500 تریلیون هم بذارید برای سرزمین اقیانوسیه 3000 تریلیون. یعنی اگر در 300 سال 400 سال بیان به جایی به نام قاره اروپا 3000 تریلیون دلار ثروت مجانی بدن، معلومه باید یه چیزی شده باشه دیگه. وقت این اون نکته‌ایه که متاسفانه استادان دانشگاه‌های ما بهش اشاره نمی‌کنن. یک نفر تا الان ندیدم که وقتی میخواد یه مسئله رو در داخل، مشکل رو در داخل مشخص کنه، این مشکل رو برداره تبیین کنه با مسائل بیرون، اشاره کنه که بابا این ملت ایران اگر الان به اینجا رسیده از نظر فرهنگی، از نظر تکنولوژی، از نظر صنعتی، از نظر علمی پاشو از مرزهای خودش بیرون نذاشته، جایی رو غارت نکرده، از منابع دیگران استفاده نکرده، دست تو جیب دیگران نکرده، جاده زده با منابع خودش بوده، سد زده با منابع خودش بوده، به فضا رفته با منابع خودش بوده، انرژی هسته‌ای رقم زده با منابع خودش بوده، در علوم انسانی کار کرده مال خودش بوده. بله حالا نفت داشته، نفتش هم که غارت میکردن تا دوره‌های طولانی اما به هر جهت این ملت با منابع خودش به اینجا رسیده. انگلیسیه، فرانسویه، آلمانیه، بلژیکیه، کاناداییه، هلندیه، پرتغالیه، سوئدیه، فنلاندیه، کاناداییه، آمریکاییه، هر جای دیگه، این با غارت 3000 میلیارد 3000 تریلیون دلار که فقط یه قلمش اونی که سازمان ملل نهایی کرده 777 تریلیون دلار فقط از قاره آفریقا بود. او بلند میشه میگه تو حق نداری داشته باشی، میاد کف خیابون دانشمندای تو رو ترور میکنه. وقتی دانشمند تو رو ترور میکنه یعنی میگه تو داری نشون میدی به جهان که میتوانی بدون من غربی تو دانشگاه شهید بهشتی شهریاری داشته باشی به اینجا برسی. هیچ وقت آمریکایی نمیاد تو دانشگاه شهید بهشتی آقای محمد رضا تاجیک و آقای سریالقلم رو ترور کنه، میاد در دانشگاه شهید بهشتی شهریاری رو شهید میکنه. چون شهریاری چه کار میکنه؟ میاد نشون میده که میشود بدون آمریکا و اروپا با حد اقلها به اوج تکنولوژی رسید. ولی آقای سریالقلم در دانشگاه شهید بهشتی چه کار میکنه؟ آقای سریالقلم میره داووس، برمیگرده میاد یک بار شد این آقای سریالقلم، این آقای تاجیک، اینا در دانشگاه شهید بهشتی یک بار شد در تئوری های توسعه‌ای که یکیشون پشت دولت رفرمیستا، یکیشون پشت دولت ریویزیونیستا، بگن که آقا اون جایی که ما داریم کشورمون رو باش مقایسه میکنیم یک قلم سازمان ملل میگه 777 تریلیون دلار غارت کرده تا به اینجا رسیده.
اما تو تئوری های توسعه و نظریه های موسوم به دیولپمنت این حرفا که نمیاد. در دانشگاه شهید بهشتی مجید شهریاری رو ترور میکنن، محمود سریالقلم رو آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها و موساد نمیاد ترور کنه، محمد رضا تاجیک رو نمیاد ترور کنه. چون کاری که CIA، موساد، MI6، BND و سایر سرویس‌های اطلاعاتی غرب در نسبت با ایران میخوان انجام بدن، چه کسی بهتر از آقای محمد رضا تاجیک و آقای محمود سریالقلم میتونه انجام بده؟ چه کسی بهتر از اینا میتونه این رو تو جامعه تبدیل به طرح استراتژی کنه در مرکز بررسی استراتژیک دولت رفرمیستا در دهه 1180 و توسط آقای سریالقلم در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص حکومت اسلامی؟ حرف اینا اینه که باید تغییر بدن رویه حکومت اسلامی رو دیگه، استحالش کنن از درون. کی بهتر از هر کسی میتونه این کارو بکنه؟ استراتژیستایی که تو مرکز بررسی استراتژیک دولت و تو مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص باشن. آقای سریالقلم، آقای تاجیک. خب دانشگاه شهید بهشتی کدوم استاد شهید میشه؟ مجید شهریاری. اینا که شهید نمیشن، که اصلا خطری ندارن. کسی که میره نظریه توسعه غربی ها رو میذاره توی مثلا بغل رئیس جمهور روحانی دولت مثلا رفرمیستا و رئیس جمهور روحانی دولت تدبیر و مثلا چه و چه، اون که خطر نداره برای غرب. ولی امکان نداره کسی از زبان امثال تاجیک و امثال سریالقلم به دانشجوش، یعنی بشنوه که به دانشجوش داره میگه آقا اگر من میام توسعه و دیولپمنت رو مسئله میکنم برای توی دانشجوی علوم سیاسی در دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی و برای توی دانشجوی اقتصاد در دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، اگر من برای تو مسئله میکنم دیولپمنت و توسعه رو، این رو از این زاویه مسئله میکنم که تو باید مبانی نظریه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول رو بپذیری. معناش این نیست که تو به این توسعه میخوای برسی تو هم باید راه غربی‌ها رو بری، اول بری یه سری سرزمین رو بگیری، منابعش رو غارت کنی بیاری، مردمش هم به عنوان برده بیاری، کشور خودتو بسازی، جای دیگر هم بگیری، بعد به اینجا رسیدی. از دید امثال آقای سریالقلم و آقای تاجیک، آمریکا از روزی که حضرت آدم خلق شده آمریکا بوده، استرالیا هم بوده. اینا هم اصلا خطری نداشتن برای جهان، دست تو جیب دیگران نکردن، اینی بودن که بودن. فقط این یکی فوکوییه، با ورژن فوکویی میاد مثلا گفتمان سازی رو تو جامعه ایجاد بکنه. اون یکی نظریه های پوسیده و نخنمای والتر لیپمن تا برسه به تئوری های مثلا رابرت دال، ساموئل هانتینگتون در جامعه شناسی سیاسی. اینها یک مباحث نخنمایی که تو خود غرب از درجه اعتبار ساقط شده رو باید بکنه مسئله جامعه و جوان امروز ما. ولی این نکته رو مد نظر داشته باشید که غرب اروپاست و اروپا 120 تا قومیت داره. ایدئولوژی ها از متن اروپا بیرون آمدند، ایدئولوژی های مدرنیته از اروپا برخاست و با خیزش مدرنیته پس از رنسانس همراه بود با غارت جهان. خیزش مدرنیته در اروپا همراه بوده با غارت جهان. جهان را غارت کردن. 3000 تریلیون دلار 3000 تریلیون دلار فقط مال یه قاره‌اش، یعنی آفریقاش 777 تریلیون دلار بوده که قاره رو ویران کردن رفتن. حالا یه جایی مثل آمریکا رو که اصلا کلا رفتن گرفتن اون قاره رو، نیرو انسانیشو از بین بردن و منابعش رو غارت کردن.